الله العظم ارواحنا له الفدا. اما بعد، قال الحسین انما الحیات عقیدة و جهاد. درود بی پایان خداوند متعال نثار شما و سلام صمیمی من تقدیم شما باد. امیدوار هستم خداوند متعال این قلیل توسل و حضرت ابا عبدالله را از طرف همه ما و شما قبول نماید انشاءالله. امشب شب شام غریبان است، شبی آوارگی است، شبی که اهل بیت حسین در کوچه های شام سرگردانند، شبی که از سر بامها بر سر ائمه اطهار سنگ فرود می آید. امشب شبی بی‌پناهی است، امشب شبی ویرانی است، شبی گریه است. باید توسل کنیم به ائمه اطهار، به حسین شهید، به ابوالفضل العباس، به زینب کبری، به امیر بیمار زین العابدین امام سجاد، به رقیه و تمامی اسیرانی که امشب سرگردان در کوچه های شام کوفه هستند. امشب آخرین شبی است که ما عزاداری می نماییم. کوشش کنیم که بی حاجت از اینجا نرویم و قلبهای خود را بسپاریم به کربلا و همراه باشیم با شهدای کربلا و هم دل و هم نوا باشیم با اهل بیت. احساس کنیم که ما اسیریم، احساس کنیم که ما گرفتاریم، احساس کنیم که ما مظلومیم، احساس کنیم که ما بی پناهیم. یقینا اهل بیت و حسین شهید هر آرزو و حاجتی که داریم برآورده خواهد نمود انشاءالله. میدانیم که در کشور خونبار ما حادثه تلخی اتفاق افتاده است و بیش از 220 نفر شهید و زخمی شدند در بارگاه ابوالفضل العباس و امشب شاید شب ابوالفضل است. شام غریبان کابل است و این نه تنها در کابل بلکه در مزار شریف نیز چنین اتفاق افتاده است، در قندهار نیز چنین اتفاق افتاده است. همزمان با کابل در قندهار و در مزار شریف اینها جنایت کردند. یقینا اینها کسانی هستند که هیچ دلی به اسلام نمی سوزانند، هیچ چیزی از اسلام نمی فهمند و اینها وهابی هستند که نه به اهل سنت احترامی دارند و نه به تشیع و نه به اسلام. یک مذهب ساختگی است. کناری دلو دشت و دریا ابوالفضل، تو بودی تو تنهای تنها ابوالفضل. کنار دل و دشت و دریا ابوالفضل، تو بودی تو تنهای تنها ابوالفضل. تو بودی و آبی خونالود دریا، تو دستی از تن جدا یا ابوالفضل.
آب خونالود دریا، تو و دست هستن جدا یا ابوالفضل. تو از دجله می آمدی مشک و بردوش، و من در تو غرق تماشا ابوالفضل. تو از دجله می آمدی مشک و بردوش، و من در تو غرق تماشا ابوالفضل. اگر دستو می داد و دل می بریدم، به دستی تو از هر دو دنیا ابوالفضل. اگر دستو می داد و دل می بریدم، به دستی تو از هر دو دنیا ابوالفضل. تو لب تشنه پر شدی شبنمیش، و پای تو میریزم اما ابوالفضل. تو لب تشنه پر شدی شبنمی عشق، و پای تو میریزم اما ابوالفضل. فدک مادری میکند کربلا را، غریبی تو هم مثل زهرا ابوالفضل. فدک مادری میکند کربلا را، غریبی تو هم مثل زهرا ابوالفضل. تو با عزت و آب و دستی بریده، قیامت بپا میکنی یا ابوالفضل. نثار ارواح شهدا صلوات قربان. اللهم صل علی محمد. گرچند این شبی غریبان است و باید نوحه خواند و گریه کرد، ولی بر حسب وظیفه میخواهم چند لحظه با شما صحبت نمایم. مطلبی که بنده میخواهم خدمت شما عرض نمایم در ارتباط با علم و جهاد است. میخواهم بیان کنم که در اسلام، در دین ما و در مذهب ما و در قرآن ما کدام یکی از این دوتا برتری و افضلیت دارد؟ علم، دانش، آگاهی و یا جهاد در راه خدا. وقتی که ما تاریخ اسلام را ورق میزنیم و از صدر اسلام تا کنون مرور می نماییم، متوجه می شویم که از همان اوایل ظهور اسلام تا کنون در این ارتباط بحث بوده است. دانشمندان بزرگ صدر اسلام، همچنان ابن خلدون، مسلم، بخاری و بزرگان از اهل سنت و همچنان بزرگان از اهل تشیع، ملا صدرا، ابن سینا، فارابی و سایر علما در این ارتباط بحث‌های مفصلی کردند که کدام یکی از این دو پدیده برای اسلام مفیدتر است و گستریش اسلام بر چه اساس بوده است؟ بر اساس تعالیم دین یا بر اساس جهادی که در زمان حضرت رسول صورت گرفت و بعد از آن و اخصاً نهضت امام حسین. وقتی که ما دایره بحث را محدود میکنیم میرسیم به حادثه کربلا و بحث زیادی در این ارتباط هست که آیا عملی که امام حسن فرمودند با معاویه سند صلح امضا کردند او به نفع اسلام بود یا جهادی که امام حسین فرمودند؟
اهل بیتش آواره شد و 72 تن از یارانش به شهادت رسید. آیا اگر حسین به جای حضرت امام حسن می بود، همان سندی که امام حسن با معاویه امضا میکرد، اگر حسن به جای امام حسین بود، آیا به جهاد برمیخواست؟ آیا ندا سر میداد فهل هو الا الموت فیا سیوف خذینی؟ وقتی که این سوال را از امام حسین میفرماید که چرا انتقاد میکند که چرا امام حسن سند صلح را با معاویه امضا کردن، امام حسین میفرماید اگر من در همان شرایط می بودم، همان عملی که امام حسن کرد منم میکرد، و اگر امام حسن به جای من می بود، جهادی که من کردم، فریادی که من زدم، جهادی و فریادی بود که از گلوی امام حسن بیرون می آمد و از هیچ چیزی در راه اسلام دریغ نمی کرد. و در کل ما از این همه بحث ها نتیجه می گیریم که در کل اسلام، در کتاب، در قرآن ما و در احادیث هیچ جایی نگفته است که جهاد از علم برتری دارد، بلکه این علم است که از جهاد برتری دارد. چون اولین آیه‌ای که نازل شده است اساسش بر نوشتن و خواندن است. اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. پس اساس قرآن، اساس دین بر اساس خواندن و نوشتن و علم و آگاهی است. و حضرت محمد بارها فرمود اطلب العلم من المهد الى اللحد، یعنی دانش بجویید و دنبال علم بروید و دنبال آگاهی بروید از زمانی که پیدا می شوید تا لب کوه. یا اطلب العلم ولو بالسین، یعنی دانش بجویید ولو در دورترین نقطه دنیا مثل چین باشد. پس این علم است که برتری دارد بر جهاد. ولی احکام اسلام بستگی پیدا می نماید به شرایط، چنانچه که ذکر کردیم در شرایطی که امام حسن قرار داشت باید سندی که امضا کرد امضا می فرمودند. چرا؟ چون معاویه ظاهراً بر اسلام اعتقاد داشت و احترام کامل به ائمه اطهار داشتند و در خفا هر کاری که میکرد در ظاهر ادعای مسلمانی داشت. و زمان هم که سند را امضا کردن، معاویه حاضر شد که بعد از قول خودش خلافت را با امام حسن بگذارد و اگر امام حسن به شهادت رسید، مقام خلافت به امام حسین برسد. و بعد هیچ یک از یاران امام حسین با امام حسین نبودند، با امام حسن سستی کردند، کاهلی کردند و پشت کردند به امام حسن و امام حسن چاره جز پیمان صلح با معاویه را نداشت. ولی وقتی که شرایط عوض می شود، زمان امام حسین فرا می رسد، یزید بر مسند قدرت می نشیند، دیگر اینجا از اسلام خبری نیست. و علی الاسلام السلام قد بلیه برأی مثل یزید. میگه امام حسین میفرماید که باید بر اسلام سلام گفت زمانی که کسی مثل یزید بر مسند قدرت بنشیند، چون یزید هیچ چیزی از اسلام نمیفهمید، هیچ ارزشی به اسلام قائل نبود و در ملأ عام شراب میخورد و قدرت را انحصاری کرده بود و هیچ راه دیگری برای امام حسین باقی نمانده بود. این است که فریاد میزند اینی لا اری الموت الا السعاده
و الحیات مع الظالمین الا برما. پس وقتی که فردی مثل یزید بر مسند قدرت هست، بر من جز مرگ راهی نیست و این مرگ برای من سعادت است، چون از ذلت تن در نمیدهم و در برابر یزید کرنش نمی نمایم و حاضرم اهل بیت خود را قربانی نمایم، اصحاب وفادار خود را قربانی نمایم، ولی اسلام را زنده نگه دارم. علم ترى ان الحق لا يعمل به و ان الباطل لا تنهى عنه. میگه آیا نمی بینید که به حق عمل نمی شود و از منکر منع نمی گردد؟ یعنی حق و باطل در زمان یزید مفهومی نداشت، باطل آمده بود جای حق را گرفته بود. پس این شرایط است که برای ما مشخص میکند که ما با علم باید به مقابل دشمن برویم و یا با جهاد. و بحث مهمتری که در اینجا مطرح است عملکرد امام حسین است در مقابل عملکرد امام جعفر صادق.